برای دیدن بیشتری مطالب اسلامی کانال یوتیوبی ایمان زلال را سابسکرایب نموده زنگوله را فشار دهید. شبکه توحیدی ایمان زلال تقدیم می‌کند. قل للذي يسعى لإرضاء الإله واسلك طريق المصطفى خير الدعاء يا أسوة الداعين يا خير الورى يا قدوة الهادين يا علم الهدى ما كنت فظا أو غليظا بينهم وبرحمة من ربنا. فدای عمر با جان و تنم، به عشق عمر زندگی میکنم. فدای عمر با جان و تنم، به عشق عمر زندگی میکنم. سرم خاک پای عمر جان بود، نشان ولایش به سر میزنم. فدای عمر با جان و تنم، به عشق عمر زندگی میکنم. سرم خاک پای عمر جان بود، نشان ولایش به سر میزنم. نشان ولایش به سر میزنم. از آن دم که تسلیم طه شدی، مرادی رسول مصفا شدی. دعای محمد تو هست ثمر، به تکبیر ایمان معلا شدی. به شمشیر بران به دستور حق، جهان را تو دادی به عزت سبق. اگر برگ زرین بجوید کسی، تو دادی به تاریخ زرین ورق. تو دادی به تاریخ زرین ورق. فدای عمر با جان و تنم، به عشق عمر زندگی میکنم. سرم خاک پای عمر جان بود، نشان ولایش به سر میزنم. نشان ولایش به سر میزنم. ز فیض محمد توی بهرور، به دستور قرآن تو بستی کمر. که تخم فساد از زمین برکنی، کنی کفر و ظلمت تو زیر و زبر. مزین خلافت به نام عمر، دل مؤمنان شد مقام عمر. به ایران و روم و عراق و یمن، گرفته سراسر پیام عمر. گرفته سراسر پیام عمر. ز احسان تو هست و اسلام ما، ز نوری تو روشن شد ایام ما. هزاران درود و سلام و دعا، بر روح عمر شاه خوشنام ما. به پهلوی صدیق احمد تویی، به جنت رفیق محمد تویی. شهادت شعاری شب و روز تو، غریق کرم های عزت تویی. غریق کرم های عزت تویی.
علی و عمر هر دوتا پهلوان، برابر برادر دوتا قهرمان. تو داماد شیری خدا مرتضا، توی همریکا با نبی مصطفی. ابو بکر صدیق آن یاری غار، زی بحر نبی هر زمان جان نثار. نمودی حیا هست و عثمان ما، فدایی همه باد فداشان زیا. فدایی همه باد فداشان زیا. فدای عمر باد جان و تنم، به عشق عمر زندگی میکنم. سرم خاک پای عمر جان بود، نشانی ولایش بسر میزنم. نشانی ولایش بسر میزنم. Welcome to PaySend, next generation money transfers. With PaySend, you can نمونه دیگر از عدالت سیدنا عمر، از غمخوارگی سیدنا عمر، از فقیر نوازی سیدنا عمر اینه که شبی از شبها سیدنا عمر در کوچه های مدینه میگردن. به خاطر چی در کوچه های مدینه میگردن؟ گشت میکنن. امیر المؤمنین گشت میکنه. چرا؟ به خاطر ببینه مردم درباره‌اش چی میگن، ببینه که عیب عمر چی هست، عیب عمر چیه. باید از زبان مردم بشنوه، باید انتقادات رو بشنوه، باید پیشنهادات رو بشنوه، باید مردم او را در شب نشناسن، واضح حرف خود را بگن. سیدنا عمر در کوچه ها گشت میکنه و بعداً حرکت میکنه بیرون از مدینه منوره. در بیرون از مدینه منوره میبینه یک آتش به چشم میخوره، یک آتش. ببینید مسئولیت امیر المؤمنین را. سیدنا عمر میره نزدیک میشه که یک مادر نشسته است، دیگ را گذاشته، زیرش آتش میکنه. سیدنا عمر میبینه که در اطراف این دیگ داخل خیمه طفلا هستن، گریه میکنن. سیدنا عمر می آیه میگه مادر چه کار میکنید؟ داخل این دیگ چیست؟ میگه داخل این دیگ چند تا سنگریزه سنگ انداختم، دیگه چیزی داخل خانه نبود تا این که من این طفلها را سرگرم بسازم و اینها را خواب ببره و در خانه ما چیزی نیست، فقط طفلها را بازی میدم. به این حالت سیدنا عمر رضی الله عنه وقتی این حالت را میبینه میگه عمر، اینها رعیت تو هستن، اینها زیر نظر تو هستن، اینها زیر حاکمیت تو هستن. سیدنا عمر خود را معرفی نمیکنه، حرکت میکنه میره به انبار بیت المال و گدام بیت المال، مسئولش را از خواب بیدار میکنه و بوجی آردر بر شانه میگذاره، میگه بگذار بر شانه من. وقتی او کسی و او فردی که همراه سیدنا عمر هست میگه یا امیر المؤمنین این را بر شانه من بگذارید که من ببرم. سیدنا عمر خشمگین میشه، میگه آیا در روز قیامت گناهان عمر را بر دوش میگیری؟ آیا گناههای عمر را بر دوش میگیری؟ بگذار که خودم بروم. سیدنا عمر امیر المؤمنین، فاروق اعظم، خلیفه مسلمین که فرمانش از مدینه تا شرق و غرب صادر میشد، بوجی آردر بر شانه گذاشتن، دویده آمدن در کنار این پیرزن، آمدن در کنار این مادر. بعد آرد را در دیگ انداختن. مادر نگاه میکنه چه کار میکنی؟ گفت هیچ. وقتی گریه این اطفال را دیدم میخوام خنده اطفال را ببینم. سیدنا عمر خودش دیگ را میپزه، بالاخره اون آرد را به دیگ میریزه و کاسه غذا را میگیره میاره به دهن طفلا و اطفال میکنه سیدنا عمر. بعد این مادر اشکانش میریزه. میدانیم چی میگه این مادر؟
این مادر میگه فرزند من کاش تو در جای عمر می بودی، کاش تو در جای عمر می بودی. عمر خوابیده و تو فقیر نوازی می کنی، عمر خوابیده و تو طفل نوازی می کنی، عمر خوابیده و تو مستمندان و بینوایان را نوازش میدی. کاش که تو در جای عمر می بودی. سیدنا عمر میگه مادر، همان بنده فقیر الله، بنده الله عمر من هستم. عمر امیر المؤمنین. عزیزان و بزرگواران، امیر المؤمنین آدرس ساده نیست، آدرس خوردی نیست. گفتیم که توقع ما دیروز از رژیم گذشته رئیس جمهور و او هم رئیس جمهور متقلب، رئیس جمهوری که از 35 میلیون نفوس 9 لک نفر هم برایش رأی نداده بود، ما توقع نداشتیم. اما امروز ما میخواهیم که امیر المؤمنین غذا را به دهن ایتام بگذارد. امروز ما میخواهیم که امیر المؤمنین دروازه های فقرای این سرزمین را در بزنه. امیر المؤمنین بیاید دست خود را بر سر او ایتام بکشه که به خاطر آزادی این سرزمین جان خود را فدا کردند. حافظان قرآنی که شهید شده، علمایی که شهید شده، طلاب علمی که شهید شده، امیر المؤمنین دروازه های خانه های اینها را در بزنه، بگه مادر به خاطر دین بیوه شدی، به خاطر تطبیق احکام شریعت بیوه شدی. فرزند من به خاطر تطبیق احکام شریعت پدر را از دست دادی. این توقع هست، این توقع این ملت از امیر المؤمنین این سرزمین. عزیزان و بزرگواران، عمر هست. نمونه های دیگر را مختصرا اشاره می کنم. در سال 18 هجری قمری در مدینه منوره قحطی میشه، مردم چیزی ندارن بخورن، اقتصاد مردم خراب هست، حالت وخیم هست. سیدنا عمر رضی الله عنه دستور میدن که در بیت المال اگر گاو، شتر، گوسفند اینها ذبح بشه برای فقرا توزیع بشه، برای فقرا توزیع بشه. سیدنا عمر وقتی که این دستور میدن و خود سیدنا عمر قسم یاد میکنن، سوگن به او ذاتی که محمد را به رسالت فرستاده، سوگن به ذات اقدس الهی که تا زمانی که رعیت عمر سیر نخوابه دیگه عمر سیر نخواهد خوابید، تا زمانی که همه رعیت دسترسی به گوشت پیدا نکنه عمر گوشت نخواهد خورد. در این اثنا بعد از چند روزی میبینن که رنگ سیدنا عمر تغییر کرده، زرد شده، لاغر شده. امیر المؤمنین فاروق اعظم بعد کسی جیگر گوسفند را کباب میکنه میاره در مقابل سیدنا عمر میگذاره. سیدنا عمر میگن این چی هست؟ میگه یا امیر المؤمنین این جیگر گوسفند کباب کردم. میگه از کی هست؟ میگن از شما. میگه آیا کل رعیت من جیگر گوسفند میخورن؟ میگه نخیر. میگه این را بردار برای فقرا و مستضعفین توزیع کن. امروز امیر المؤمنین وضعیت مردم را میبینن، بیکاری مردم را میبینن، فقر مردم را میبینن. هرچی که به دست داره حکومت اسلامی باید امروز در خدمت فقرا و مساکین و بینوایان و مستضعفین قرار بده. امروز فامیلهای مجاهد ما غذا ندارن، امروز فامیلهای شهدای ما امروز شبها و روزها گرسنه میخوابه. عواید حکومت اسلامی کجا هست؟ عواید گمرکات، عواید محصولات و بالاخره عوایدی که حکومت اسلامی داره ولو که اقل باشه و کم باشه باید اینها برای فقرا داده بشه، از اغنیا گرفته بشه برای فقرا داده بشه، زکات اغنیا گرفته بشه برای فقرا داده بشه. عزیزان من،
داستانی که حالا چقدر حقیقت داره الله اعلم، ولی با تواتر برایم رسیده که به یکی از ولایت‌های افغانستان فرد از دروازه از نانوایی یک نون را دزدی میکنه و نانوا دنبالش میدوه و او را به دروازه خانه اش میگیره و بعد میگه مرا بزن، این نان را به اطفال من بده، مرا بزن هر قدر میزنی بزن، ولی همین نان را به اطفالم بدی که 3 شب چیزی نخوردن. جناب امیر المؤمنین مولانا آخوندزاده، ملت به طرف شما نگاه میکنه، شما امیر المؤمنین هستید، امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب، امیر المؤمنین عمر ابن عبدالعزیز. ما به عنوان یک طلبه دین اگر امارت اسلامی هم اعلان بکنه که ما امیر المؤمنین نداریم، حکومت اسلامی نداریم، اگر اعلان بکنه که ما بالآخره به این اون کار نداریم، والله العظیم که این حرفا را نمیزنم، والله العظیم این انتقادها و این توقعات را ندارم. به این عزیزان من، ملت خیلی مشکلات داره و مشکلات این ملت، درد این ملت، رنج این ملت نیاز به یک مرهم داره. من دیشب با یکی از بزرگان امارت صحبت کردم، با جناب ذبیح الله مجاهد صحبت کردم، گفتم من پیام علما را میرسانم، علما از من درخواست کردم که تو از بزرگان طلب بکن که امیر المؤمنین کجا هستن که به این دو ما نمی آین و برای این ملت یک نصیحت، یک توصیه، یک رحم، یک ترحم، یک سلام علیکی و بالآخره داشته باشن. ما ملت وقتی که میگیم بیعت کردیم، خب بیعت کردیم با امیر المؤمنین، خب باید امیر المؤمنین خود را ببینیم در کنار خود که با غم ما شریک باشه، با شادی ما شریک باشه، با درد ملت شریک باشه. این ملت خیلی درد دیده و رنج دیده. به این عزیزان و بزرگواران، نمونه دیگر روزی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی الله عنه میخواستن کسی را به عنوان والی تعیین کنن، به کاتب خود گفتن بنویس مکتوب این را به عنوان والی فلان شهر. در همان اثنا طفل آمد کنار سیدنا عمر این طفل را به آغوش گرفتن، این را محبت کردن، بر سر زانو شاندن و با این خیلی محبت کردن. این کسی که میخواد به صفت والی به جای تعیین بشه، یک بار گفت که من 10 فرزند دارم، تا به حال هیچ یک از فرزندان خود را به بغل نگرفتم، به آغوش نگرفتم و محبت نکردم. سیدنا عمر برای کاتب گفتن مکتوب این را بدی. سیدنا عمر مکتوبش را پاره کردن، گفتن کسی که به فرزند خود محبت نکرده به ملت خود محبت نمیکنه. والیایی که تعیین میشه، مسئولینی که تعیین میشه، اینها خیلی مهمه. عمر ابن عبدالعزیز یکی از شرایطش این بود، هر کسی که در هر جا والی تعیین میکرد، یک شرطش این بود که باید حافظ قرآن باشه. ما از رژیم گذشته توقع نداشتم که در حکومت حافظای قرآن برای کار بکنه، اما الان این توقع هست. توقع داریم به خاطر که جان دادیم، مال دادیم، آبرو ریختاندیم، شهید دادیم تا حکومت اسلامی آمد، یک رژیم طاغوتی سرنگون شد. توقع ما زیاد هست. سیدنا عمر رضی الله عنه که حرف آخر را اشاره می کنم، در سخنان خود چنین فرمودند: نحن قوم. ما از امیر المؤمنین آخوندزاده ملا هبت الله حفظه الله این خواهش دارم که این سخن عمر را، امیر المؤمنین فاروق اعظم را، به تمام دواهر دولتی خود، به ادارات، به سرلوحه بنویسند. سیدنا عمر گفت نحن قوم اعزنا الله بالاسلام. ما قومی هستیم که اسلام ما را عزت داده. فمهما ابتغینا العز فی غیره، اگر عزت را از غیر اسلام ما طلب بکنیم، اذلنا الله ما را ذلیل میکنه.
الله ما را خار میکنه. من این را میخواهم بگویم، امیر المؤمنین دستور بدن به تمام ادارات این سخن سیدنا عمر رضی الله عنه نوشته بشه که ما قومی هستیم که عزت اسلام به ما داده. خب عزت اسلام به ما داده، عزت اسلام به ما داده، عزت رو میخوایم از غیر اسلام بطلبیم؟ 21 سال تیاره های بیم 52 بمر بر سر کی منداخت؟ به سر این مجاهدین منداخت. 21 سال حافظان قرآن را تکه تکه و پارچه پارچه کرد. کی کرد؟ دنیای کفر بود. 40 مملکت کفر آمده بود به این سرزمین، حافظای قرآن را شهید کرد، علما را شهید ساخت، علما را زندانی کرد، علما را تهدید کرد، علما را توهین کرد، علما را تحقیر کرد. خب من میخوام این نکته به نمایندگی از این ملت بگم، با آقای امیر المؤمنین عزت را از غیر اسلام میطلبیم؟ میخوایم دنیای کفر ما را به رسمیت بشناسه؟ دنیای کفر که ما را دیروز میکشت، دنیای کفر که ما را دیروز تکه تکه میکرد، دنیای کفر که دیروز مجاهدین ما را با انواع مختلف شکنجه میکرد، این دنیای کفر ما را به رسمیت نمیشناسه الا که شرط داره، شروط داره. جناب امیر المؤمنین، شروط کفار چیه؟ کافر میگه حدود و قصاص نداشته باشید، آیا شما قبول میکنید؟ کافر میگه زنها بی حجاب و بد حجاب باشه، آیا شما قبول میکنید؟ کافر میگه و بالآخره. اینها همه سخنانی هست. امیر المؤمنین این حرفهای ملت را باید بشنون. خب اگر حدودی نباشه، قصاصی نباشه، بی‌حجابی باشه، بدحجابی باشه، فسق و فجور پس بر راه بفته، بی‌عدالتی باشه، خب گناه و معصیتی که دیروز بود امروز باشه، جواب خون علما و حافظان قرآن را کی میدهد؟ حافظان قرآنی که شهید شدن جواب خون اونها را کی میده؟ این مسئولیت به کی برمیگرده؟ این مسئولیت به دوش کی هست؟ پس به اینه که نحن قوم اعزنا الله بالاسلام، ما قومی هستیم که اسلام به ما عزت داد. رژیم گذشته غیر از دین دیگه هر چیزی داشت، غیر از دین دیگه هر چیزی داشت. طیاره داشت، توپ داشت، بیم 52 داشت، پول داشت، حمایت جهانی داشت، 40 کشور به پشتش بود، اما که دین نداشت الله او را به زمین فرو برد. امارت اسلامی غیر از دین، امارت اسلامی غیر از دین دیگه چی داشت؟ امارت اسلامی غیر از دین الان دیگه چی داره؟ اگر امارت اسلامی هم دین رو ضعیف کنه، برنامه‌های دینی رو ضعیف کنه، این وضعیت باز تغییر میکنه، این امنیت به هم میخوره، خون شهدا پامال میشه. ما به عنوان یک مسئول، به عنوان یک طلبه دین، به عنوان یک کسی که 21 سال علیه رژیم گذشته مبارزه کردم، علیه رژیم گذشته تمام تهدیدها به جان خود خریدم تا اینکه حکومت اسلامی بیاید. الحمدلله حکومت اسلامی آمد، همه ما زیر سایه حکومت اسلامی زندگی میکنیم و این حرفایی که اشاره شد مسئولیت برمیگرده به امیر المؤمنین، برمیگرده به رئیس الوزراء، برمیگرده به مسئولین بلندپایه، برمیگرده به مسئولینی که تصمیم گیرنده هستند در سطح کشور. حرف اول و آخرم برای امیر المؤمنین اینه که خون شهدا پایمال نشه، خون حافظان قرآن پایمال نشه، خون علما پایمال نشه، خون طلابی که در دوره موقف علیهی بودن پایمال نشه. خون اینها به خاطر الله جان دادن.
آمریکا از این سرزمین به آسانی نرفت. آمریکا از این سرزمین به سادگی نرفت. اشغالگران از این سرزمین به سادگی نرفتن. نصر من الله، الله در میدان جنگ ملائکه خود را نازل کرده بود. کار ساده ای نیست که 15 نفر موتورسیکل سوار به اطراف قلردوز فرستاده بشه، 5000 اردو دستان خود را بالا بکنه و پایین بشه و تسلیم بشه. این زور و قوت مجاهدین بود، اما در کنارش لطف الله، فضل الله، نصرت الله و حمایت ذات اقدس الهی بود. عزیزان و بزرگواران، به اینه که ما باید در کنار حکومت اسلامی خود به عنوان مشاور، به عنوان خیرخواه، باید مسئولین را متوجه بسازیم. باید متوجه بسازیم. ما غیر از دین دیگه چی میخواهیم؟ 21 سال به این منبر تمام تهدیدها چی آماده نبود؟ همه چیز بود، همه پشت پا زدیم. همین محبتی که امروز به امیر المؤمنین داریم، بغضی که با مسئولین رژیم گذشته داشتیم، اینا به خاطر چی بود؟ رژیم گذشته بچه ماما بود، رژیم امروز بچه کاکا هست؟ چنین نیست. من احب لله و ابغض لله و اعطى لله و منع لله فقد استکمل الایمان. بغض به خاطر الله. به رژیم گذشته بغض داشتیم به خاطر الله. الله شاهده، الله میبینه، ناظره. به رژیم امروزی محبت داریم به خاطر الله، به خاطر الله. پس وقتی به خاطر الله حب ما و بغض ما هست، به اینه که ما از مسئولین میطلبیم که متوجه ملت باشید، متوجه کاربار مردم باشید، متوجه فقرا و مستضعفین باشید، متوجه تجار این سرزمین باشید، متوجه کار و کسب و وظیفه این ملت باشید در کنار فقرا. من چرا اینقدر فقرا میگم؟ تاجر کو داره، تجارت امروز نیست ولی 4 روپی داره میخوره. امروز افراد و اشخاصی که دیروز به رژیم گذشته کار میکردن، امروز بالاخره مورد عفو هم قرار گرفتن، در خانه های خود نشسته‌اند، پولایی که دیروز پیدا کردن امروز میخورن. اما فقیری که هر روز میره سرگذر روز 300 افغانی پیدا میکنه و امروز سرگذرم کار نیست، او شب چی بخوره؟ او چی حالتی داره؟ مریضی که از غور و ساغر و از فرا و نیمروز و از بادغیس و از نقطه نقطه بالاخره ولایات مختلف میایه به پیش دکتر و اینها و پول هم نداره، وضعیت غم این را کی بخوره؟ غم این را باید امیر المؤمنین بخوره. امیر المؤمنین، امیر المؤمنینی که در جا و مسند فاروق اعظم نشسته، امیر المؤمنینی که در جا و مکان و مسند عمر ابن عبدالعزیز نشسته، باید غم فقرا و مستضعفین رو بخوره. باید بالاخره دروازه خانه فقیر و مسکین رو در بزنه. فقرا و مستضعفین چی حالت دارن؟ امروز ملت افغانستان ما اکثرا فقیرن، اکثرا فقیرن. معلمینی که چند ماه میشه معاشنا اجرا نشده، مامورینی که اجرا نشده، خب اینا چی بخورن؟ اینها چی بخورن؟ چه کار باید بکنن؟ به اینه که مسئولیت امیر المؤمنین سنگینه نسبت به همه. من مسئولیت دارم، شما مسئولیت داریم، والی و قماندانم مسئولیت داره، وزیرم مسئولیت داره، اما در رأس مسئولیت ها برمیگرده به امیر المؤمنین. همه ما دعای خیر داشته باشید، برای حکومت اسلامی خود دعای خیر داشته باشید، برای امیر المؤمنین دعای خیر داشته باشید. از لحاظ شرعی میگه میخواهید به حق کل ملت دعا کنید، به حق حاکم شهر دعا کنید. وقتی حاکم شهر خوب شد مشکلات همه حل میشه. به اینه که ما باید در حق مسئولین دعای خیر داشته باشیم. یک حرف هم در اخیر باز هم تاکید میکنم برای مسئولین امارت اسلامی، خصوصا برای امیر المؤمنین، اینه که یک بحث ملت هست، یک بحث مجاهدینی که الان در ادارات هستن. مشکلات مجاهدین که مشکلات اقتصادی هست، مشکلات اونها را حل کنید.
برادرها درست اخلاص دارن، محبت دارن، للهیت دارن، جان دادن، بالاخره قربانی دادن، مشکلات اینها حل بشه، مشکلات ایتام حل بشه، مشکلات اونهایی که به خاطر آزادی وطن جان دادن، قربانی دادن، مشکلات اونها حل بشه، برای اونها رسیدگی بشه، از اونها پرسان بشه. هر اداره از زیردستان خود پرسان بکنه که فلانی آیا چیزی هم داری که بخوری؟ در خانه تو چیزی هست؟ زن و بچه تو چی حال داره؟ فرزندان تو به چی حالت زندگی میکنه؟ امروز ما خیلی از مجاهدینی داریم که از ولسوالی های دوردست، از ولایات دوردست چندین ماه میشه به خاطر امنیت این سرزمین حتی خانه خود را ندیده، فرزندان خود را ندیده، در وظیفه هست. باید مسئولین از او پرسان بکنن، از او پرسان بکنن تا اون مجاهد هم ملک نیست، بشره. روزی خدای نخواسته به دل از او هم چیزی پیدا میشه، امی اخلاص از او هم آهسته آهسته خدای نخواسته کم میشه. وقتی از او پرسان نشه، وقتی از او احوال از او پرسان نشه، وقتی از او به صدای از او لبیک گفته نشه، به اینه که از مسئولین این را میطلبن. صحبت هایی که به اینجا میشه، این صحبت ها پیشنهادات تمام این ملت هست. اگر از شهید گفته میشه، از مجروح گفته میشه، اگر از ملت گفته میشه، تمام این پرزه هایی که مشکلات مردم هست، تمام اینها مشکلات، هر کس دردی داره، رنج داره، به اینجا میگه که منبر انصار به گوش مسئولین برسانن. الله سبحانه و تعالی حکومت اسلامی ما و شما را مستدام داشته باشه، پایدار داشته باشه. الله سبحانه و تعالی بر امیر المؤمنین توفیق بده که راه عمر ابن الخطاب فاروق اعظم و راه عمر ابن عبدالعزیز را و راه سایر بزرگان و ائمه را در پیش بگیرد. برای دیدن بیشتری مطالب اسلامی کانال یوتیوبی ایمان زلال را سابسکرایب نموده زنگوله را فشار دهید.